برای این ویدیو موزیک پلیری که می‌بینی رو طراحی کردم و بخشی که داره حرکت میکنه، یعنی با صدام واکنش نشون میده که بهش میگیم آدیو اسپکتروم، که تو فارسی هم اکولایزر بیشتر بهش میگن و توی این ویدیو میخوام بهت یاد بدم چطوری طراحیش کنی. فقط همین آدیو اسپکتروم رو بهت یاد میدم توی این ویدیو، چون طراحی کل این موزیک ویدیو طول میکشه، ویدیو طولانی میشه. ولی اگه خواستی بعداً جدا طراحی خود این رو هم بهت آموزش میدم. طبیعتاً چیزای خیلی بیشتری هم میشه به این موزیک ویدیو اضافه کرد. میشه بخش لیریکس و این چیزا رو هم گذاشت، یا اشکال و اینا با صدا حرکت کنه، کلی افکت میشه داد کلا. ولی فعلا این آدیو اسپکتروم که طراحی کردم فکر می‌کنم جذابه و ظاهرش با اکولایزرهای عادی که دیدی یکم فرق داره. خب بریم سراغ این آدیو اسپکتروممون و بهت نشون بدم که چطوری اینو طراحی کردم. واسه این ویدیو 0 تا 100 همه چی رو توضیح نمیدم، چون خیلی از چیزایی که الان کار میکنیم و قبلا توی دوره‌ام آموزش دادم و باید با این نرم افزار یکم آشنایی داشته باشی. اگه کار نکردی هر کاری اینجا انجام میدم و تکرار کن، یا برو توی سایت learn.uxim.com دوره‌های آموزشی قبلیم رو ببین. مثلا توی همون دوره موشن گرافیک که با افتر افکت بود، این آدیو اسپکتروم رو کامل کار کردیم و تمام گزینه‌هاشو بهت یاد دادم. ولی حالا بیا بریم سراغ این پروژه. خب این پروژه‌ای که من اینجا باز کردم، این طرح رو انجام دادم. اول توی فتوشاپ طراحی کردم، بعد آوردم اینجا ریدیزاینش کردم و این موشن‌ها رو بهش دادم. بیا بریم سراغ همین آدیو اسپکترومی که اینجا داریم و اینو بهت یاد بدم. اگه بک‌گراند رو بردارم، این آدیو اسپکتروممون این شکلیه. بیا اینو برش داریم از دوباره جاش طراحی کنیم. اول از همه کلیک راست میکنم، یه دونه لایه سالید درست میکنم. رنگش فرق نمیکنه، فقط مطمئن شو اندازه صفحه است. بعد توی بخش افکت آدیو اسپکتروم رو سرچ کن و درگش کن روی همین سالیدی که اینجا ساختی. این گزینه ها برات این قسمت میاد توی افکت کنترلز. اگه نداریش اینجا بیا فعال کن، این پایین. بیام اینجا رنگش رو سفید میکنم، اینا رو جفتش رو سفید کن. ببین که الان این شکلی اومده و این موزیک هم اینجا آوردم که از همین بالا میتونیم اینو وصلش کنیم به این موزیکمون و الان میبینی که با موزیکمون داره حرکت میکنه. فعلا این رو هم برمی‌دارم که صداش برامون پخش نشه. فرکانس اندش رو روی 500 میذارم، ماکسیموم هایتش هم روی 500. حالا میبینی که یکم افکتمون بهتر شد. حالا افکت پولار کوردینیتس رو هم میارم و میذارم روی همین که این میاد برامون دایره میکنه. کافیه اینو روی 100% بذاری و این رو هم برعکسش کنی و الان ببینید که یه همچین شکلی برامون درست شد. بهتره یکم تغییرش بدیم. مثلا میتونیم این سافتنسش رو 0% کنیم. بیا اول حالت لاینش رو درست کنیم که برامون این شکلی میشه. این رو هم کمترش کنیم. میذارمش روی یه طرف، ساید ایش. برای اینکه این قسمت بالا به هم وصل شه باید اینها رو تغییر بدی، بیاری وسط. ولی این چندان مهم نیست، چون از یه حالت افکت آینه‌ای میخوایم استفاده کنیم. میشد حالت اولمون. من این رو یه کنترل دی میزنم که ازش کپی بگیرم، میذارم روی ساید بی و الان میبینی که یه همچین حالتی رو درست کردیم. این رو هم آف کنم که بتونی با کیفیت بالا ببینی. و الان یه مشکلی که داره اینه که گوشه هاش تیزه. برای اینکه اینو تغییر بدیم کافیه همونجا که بودیم بیایم این که 20 گذاشتیم رو تغییر بدیم و بیشترش کنیم. از الان میبینی که الان گردتر شد. از همین یه کپی میگیرم میارم پایین. حالا برای قسمت وسطش برو روی یه فریمی که اینجوری بینش مشخص باشه و اینو روی حالت دیجیتال و سایدش رو هم روی دو طرف بذار و حالا اینو بذار روی 200. ببین چطور میشه. من میام ضخامتش رو هم کم میکنم و یه بار دیگه پلی کنیم. خب الان افکتمون درست شده، فقط باید این قسمت بالا رو برطرف کنیم. میبینی که اینجا یه قسمتش حرکت میکنه، یه طرفش میمونه، کات شده. کافی اینجا افکت میرور رو بیاری. کاری که میرور رو انجام میده اینه که اسمش آینه است. روی این مثلا بذاریم میاد از نصف به اونورش رو ریپیت میکنه، حالت ریفلکتش رو برامون میذاره. بذار الان روی همین یه دونه بهت نشون بدم. الان ببین پایین و بالاش کپی شده. اگه راست بذارم از این طرف برامون کپی میکنه، ولی من میذارم سمت چپ. خب همین افکت رو روش کنترل سی میزنم، اینجا هم کنترل وی، اینم کنترل وی. الان اگه همه رو ظاهر کنم میبینی که
اون حالت رو از بین بردیم، دو طرف رو اومدیم از روی هم کپی کردیم، حالت آینه‌ای گذاشتیم. خب ولی الان تکرارش بالا پایینه. من اینو چپ و راست میکنم، روی همشون دکمه آر رو میذارم روی منفی 90 درجه. با تغییر همونجا حالت آینه‌ش هم میتونی این رو عوض کنی، ولی من میام روتیشنش رو تغییر میدم و الان که چرخیده میتونی ببینی که حالت بهتری داره. اگه ضخامت این هم زیاده، بیا این قسمت و اینا رو کمترشون کن. اینو میذارم روی 5، این رو هم روی 5. خب الان افکتمون تمومه. ببینی که الان این رو درست کردیم و من بک‌گراندمون رو هم ظاهر کنم. اینها رو کلیک راست میکنم، پریکامپش میکنم توی یه دونه لایه جدید و روی این دکمه پی رو میزنم، پوزیشن بیاد، اینو میبرم بالا. اگه خواستی دکمه اس رو بزن، بزرگترش کن. حالا اینی که درست کردیم با آدیو اسپکترم قبلی یکم فرق داره. میبینی که قبلی یکم حالت نور رو اطرافش داره. بیا این رو هم بذاریم. کافی این قسمت گزینه دراپ شادو رو سرچ کنی، دراپ اسپیس شادو، و این رو میکشم روی همین کامپوزیشنی که ساخته بودیم. دوباره زوم کن، بیا اینجا. اول یه دونه رنگ آبی میدم، حالا خودت هر رنگ خواستی میتونی بذاری. سافنسش رو میبرم بالا و روی 100% میذارم. ببینید که یه حالت سایه آبی رنگ رو براش ایجاد کردیم. روی همین کنترل دی میزنم، یه کپی میگیرم، میام سافنسش رو کمتر میکنم و یکم رنگ روشن‌تر میدم. سافنسش رو بازم کم کنیم و بهتره یکی دیگه هم درست کنیم. این بار این رو روی سفید میذارم، سافنسش کمتر و اوپاسیتیش هم روی 50. برای این یکی میام سافنسش رو هم 50 میکنم، اولی رو هم روی 80 میذارم. خب یه بار دیگه این رو پلی کنیم. ببینید که خیلی ساده تونستیم این افکت زیبا رو درست کنیم. آدیو اسپکترم خیلی میشه طراحی کرد، خیلی حالتهای مختلفش رو میشه انجام داد، تقریبا هیچ محدودیتی وجود نداره و میشه خیلی روش مانور داد. اگه انجام این افکت برات سخت بود، حتما برو دوره‌های افتر افکت هم توی سایت learn.uxim.com ببین. این ویدیو رو لایک کن، کامنت بذار، کانال رو هم سابسکرایب کن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.